سلام به هنرمندان و در نهایت سلام به امید برای پایان خودسری‌ها و سلام به بانوی سینمای ایران خانم فاطمه مطهری. میخواستم بگم که هر جای جهان در این کره خاکی وقتی صحبت از صلح میشه، اگر کسی قدمی برداره و درخواست قدم کنه، من اولین کسم. برای من همیشه روی صلح حساب کنید. من تشکر میکنم از این کسایی که منو انتخاب کردن تا توفیق این رو داشته باشم که این هدیه رو من تقدیم رضا بکنم. اما واقعا از قلبم میگم من خودم رو لایق نمیدونم. الا چنینی که من یه تئاتریم، تئاتر کودک و نوجوان کار میکنم، اونجا جای منه. در اینجا باید یه شخصیت سینمایی این هدیه رو به رضا بده، یک شخصیت بین‌المللی سینمایی، یک بانوی هنرمند که من تقاضا میکنم اگر اجازه بدهید از گلبانوی سینمای ایران به دلایلی که خودتون میدونید از سرکار خانم فاطمه مطهری آریا دعوت من بچه بودم، من میبردن تئاتر میگفتن این خاله رو میبینی، این خاله من از بچگی کار میکردم، الان به سن میان سالی رسیدم. خیلی از پیرزنان به من میگن ما بچه که بودیم میدیدیم کارو.